در همه حکومت‌های دیکتاتوری چنین هست. موقعی که به آخر خط نزدیک میشن، بالاخص حکومت‌های دیکتاتوری که نه از درون بلکه از بیرون متلاشی میشن، تقریبا مانند یه فردی میمونن که داخل استخر در حال غرق شدن، در حال دست و پا زدنه. و اما دست و پا زدن حکومت‌های دیکتاتوری در حال غرق شدن به شکل خشونت افسار گریخته نمایان میشه. ببینید بهترین مثالش رو من میتونم از آلمان نازی بزنم. موقعی که روس‌ها 150 کیلومتر با برلین فاصله دارن، غولنفوست یکی از قاضیان بیرحم حکومت نازی آلمان همچنان دستور اعدام میده، همچنان اعدام میکنه. یعنی کمتر از 1 ماه تا پایان جنگ روس‌ها 150 کیلومتر با برلین فاصله دارن و ایشون همچنان اعدام میکنه. و جمهوری اسلامی هم متاسفانه مانند فردی که در حال غرق شدنه همچنان هر روز بر خشونت افسار گریخته بر مخالفین خودش می‌افزایه. همچنان که این مسئله پیش میره بایستی توجه کنید که این افرادی هستن که حکومت رو ترک میکنن، فرار میکنن و چنین حکومت‌هایی برای ایجاد رعب و وحشت در میان حامیان خودشون بر خشونت می‌افزاین. اما متاسفانه روندی که شروع شده و خشونت بیشتر رو در جامعه مدنی ایران می‌بینه طرف جمهوری اسلامی، از نظر تاریخی یک مسئله متاسفانه معمولی هست.